پرچم اصلی انگلستان چیه؟ این پرچم یا پرچم اتحاد بریتانیا؟ اگه بگم انگلستان یه پرچم جدا داره که با پرچم بریتانیا متفاوته باورتون میشه؟ اصلا چرا بریتانیا چند تا پرچم داره اینا از هم متفاوت هستن و فرقشون از نظر نظامی و سیاسی چیه این پرچم ها و کشورها؟ بریم با هم دیگه بررسی کنیم. سلام به همگی، خوش اومدید به این ویدیو. اول از همه بریم پرچم انگلستان رو با هم دیگه بررسی کنیم. پرچم انگلستان همون صلیب قرمز روی پس زمینه سفید هستش. این پرچم از قرون وسطا نماد انگلستان بود و هنوزم استفاده میشه. اما چرا این پرچم رو در سطح بین‌المللی کمتر میبینیم؟ چون معمولا پرچم اتحاد بریتانیا رو به جای اون نمایش میدن. این پرچم یکی از پرچم‌های قدیمی دنیا هستش. جالبه بدونید که این پرچم در قرون وسطا برای شوالیه‌های انگلیسی استفاده میشد. پادشاه ریچارد شیردل این نماد رو در جنگ‌های صلیبی به کار برد. امروزه این پرچم همچنان در مسابقات ورزشی و برخی مناسبت‌های رسمی انگلستان دیده میشه. خب حالا بریم سراغ پرچم‌های اتحاد بریتانیا که معروف تره. این پرچم ترکیبی از پرچم چند کشوره: پرچم انگلستان، پرچم اسکاتلند و بعدم پرچم ایرلند شمالی. این تغییرات از زمانی شروع شد که پادشاه اسکاتلند در سال 1603 میلادی پادشاه انگلستان هم شد و دو تا کشور تحت یک حکومت واحد قرار گرفتند. بعداً در سال 1707 پادشاه انگلستان و پادشاهی اسکاتلند رسما یکی شدند و پرچم اتحاد شکل گرفت. در سال 1801 میلادی هم ایرلند شمالی بهش اضافه شد و شکل نهایی پرچم به این صورت در اومد. یه سوال مهم: چرا ولز توی پرچم اتحاد بریتانیا نیستش؟ ولز از قبل از اتحاد انگلستان و اسکاتلند بخشی از پادشاهی انگلستان محسوب میشد و به همین دلیل توی طراحی پرچم اتحاد نیامد. اما ولزی ها هم یه پرچم جذاب دارن که اجرای سرخ و معروف روشه. ولز با اینکه از نظر رسمی بخشی از انگلستان محسوب میشه، اما فرهنگ، زبان و حتی پارلمان خودشو داره. زبان ولزی هنوز در مدارس تدریس میشه و مردمش به ملیت خودشون افتخار میکنن. جالبه بدونید که پارلمان ولز هم قدرت‌هایی برای تصویب قوانین داخل خودش رو داره. حالا یه نکته جالب: بریتانیا و پادشاهی متحد یکی نیستن. بریتانیا شامل انگلستان، اسکاتلند و ولز میشه. پادشاهی متحد شامل این سه کشور به علاوه ایرلند شمالی هستش. ولی این کشورها مستقلن؟ نه دقیقاً. هر کدومشون دولت و پارلمان خودشونو داره، اما سیاست خارجی و نظامیشون تحت نظر دولت مرکزی در لندن هستش. مثلا اسکاتلند یه رفراندوم استقلال گذاشت ولی رأی نیاورد. ایرلند شمالی هم همیشه بحثش هست که آیا باید به ایرلند جنوبی بپیونده یا نه. اما از نظر نظامی همه این مناطق تحت فرمان بریتانیا هستن. استقلال طلبی هنوز یه موضوع مهم توی بریتانیا هستش. مثلا در سال 2014 اسکاتلند یه همه‌پرسی برای جدایی از بریتانیا برگزار کرد ولی بیشتر مردم به موندن رأی دادن. اما هنوزم بحثش داغه و احتمال داره یه همه‌پرسی دیگه برگزار شه. ایرلند شمالی هم وضعیت مشابهی داره. به خصوص بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بعضیا میخوان ایرلند شمالی به جمهوری ایرلند ملحق بشه. خب حالا فهمیدیم که انگلستان، بریتانیا و پادشاهی متحد چیا هستن و پرچماشون چه شکلیه. ولی سوال من از شما: به نظرتون اسکاتلند و ایرلند باید جدا بشن؟ نظرتون رو برام توی کامنت ها بنویسید و بنویسید که این ویدیو براتون مفید بود یا نه. ممنون میشم. برای حمایت بیشتر از ما علامت لایک رو بزنید و روی سابسکرایب کلیک کنید. تا ویدیوهای دیگه، خدا یار و نگهدارتون.